داستان انیمیشن فرار مرغی بر اساس یک داستان واقعی برای یک کشور دیکتاتوریه. سلام، خوش اومدید به این ویدیو. داخل این ویدیو اومدیم و به فکتای انیمیشن فرار مرغی بپردازیم. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها، اول من براتون داستان خلاصه‌ای میگم. طبق داستان کلی انیمیشن درباره زن و شوهری که مرغداری دارن و این زن و شوهر خیلی دیکتاتورن و این مرغای بدبخت رو اذیت میکنن، طوری که مرغایی رو که تخم نمیذارن بعد از این مدت میبرن و جلوی بقیه مرغا سرشون رو قطع میکنن. یعنی دیگه در این ظالم و پدرسب. بچه من خودم پرنده دارم و واقعا مثلا ذهن من نمیگنجه که همچین اتفاقی هستن. حالا اینا میومدن مرغایی که تخم نمیذاشتن رو سرشون میبریدن تا برای بقیه مرغا یه جایی درس عبرت بشه که اونا تخم بذارن و حالا دیگه به ادامه بدن دیگه. حالا بین این داستانا یه مرغ باهوش میفهمه این موضوع که اینا دارن یه رویه بد رو تکرار میکنن و میخواد که در واقع یک قیامی بکنه و کل داستان اینجوریه. کلا داستان دارکی داشت و شاید هم به خیلی از رهبرای دیکتاتور یا کلا کشورهای دیکتاتور اشاره داشت که در ادامه به این موضوع میپردازیم. فکت اول، درباره صحبت کردیم که یکی از مرغ‌ها سعی میکنه قیام بکنه و از اون مرغداری دیکتاتور مانند فرار کنه، ولی بقیه قانع نمیشن. تا بعد از اینکه کلی زور میزنه اون مرغی که میخواد قیام کنه، اونا رو راضی میکنه، ولی اونا تلاش میکنن و هر بار که میخواستن قیام بکنن موفق نمیشدن و دقیقاً برعکس اون ناامید میشدن و دقیقا شبیه کشورهای دیکتاتوری هست و بازم اشاره داره به یهودیایی که توی کمپ‌ها کار میکردن و نمیتونستن آزاد بشن و هیچ آینده دیگه هم نداشتن و باید هم کار میکردن و اگر هم درست کار نمیکردن یا پیر میشدن توی کوره ها میسوختن. و حالا این انیمیشن اشاره داره به اون یهودیا و شاید هم یه جوری داره از اونا حمایت میکنه. حالا هر جوری هست، ولی حالا دقت کردین خیلی از انیمیشن ها به یهودیا و داستان های یهودی اشاره دارن که یه ذره عجیبه. ولی خب بچه اگر به این انیمیشن در واقع قسمت اولش نگاه بکنید، کاملا انگار این انیمیشن روند انقلاب کردن رو به حالا بینندگانش یاد میده و این خب عجیبه دیگه. این انیمیشنی که برای بچه‌های داخلش کامل مراحل انقلاب داده شده که عجیبه دیگه. مثلا بچه یک مرغی بود که ادعای اینو میکرد که قبلا داخل جنگ بوده و کلی مدال داشته که در واقع دروغ میگفت و همیشه برای خودش شاخ بود و به بقیه دستور و این چیزا میداد، ولی وقتی موقع عمل میشد اون جا میزد و حالا غیبش میشد. شبیه یه سری از رهبرای انقلاب خواه بودن که در واقع جربوزی واقعی نداشتن، جا میزدن اما بقیه رو جلو میفرستادن. یعنی اشاره داره به واقعیت و حالا اتفاقاتی که توی واقعیت افتاده. یعنی کشوری که واقعا مثلا توش میخواست قیام بشه و یه سری رهبرا داشت که این رهبرا واقعا خودشون جربوزه نداشتن و بقیه رو میفرستادن جلو، خودشون حالا خیانت میکردن یا عقب میکشیدن. بچه راجع به این انیمیشن بهتون بگم 45 تن پلاستیک برای ساخت این انیمیشن مصرف شده. یعنی کل پلاستیکای دنیا رو اینا مصرف کردن دیگه. تقریبا 4 تن پلاستیک برای ساخت این انیمیشن مصرف شده. یعنی اینا نشستن کل پلاستیکای دنیا رو برای ساخت این انیمیشن مصرف کردن. البته بهتون بگم مبالغه کردم، ولی 4 تن پلاستیک. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم ویدیو مفیدی بوده باشه براتون. یادتون نره ما در کانال باز انیمیشن با نگاهی باز انیمیشن ها نگاه می‌کنیم. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید. چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش هم بزنید. این دو تا ویدیویی که بهتون پیشنهاد می‌شم حتما برید ببینید و مرسی که این ویدیو رو دیدید و تا ویدیو دیگه پیس اوت.